وقتی آن رسیده است که ما مسلمانان آگاه باشیم. دیگر وقتی شعار پرتایی نیست، وقتی احساسات نیست. آنها خوب درک کردن که نقطه ضعف ما کجا هست. بالای کدام نقطه انگشت بگذارن که یک مسلمان احساساتی می شود، صبرش را از دست می دهد. وقتی که این حادثه انجام شد، خوب استفاده بردن. این عمل تروریستی که در فرانسه علیه این ریدکس شارلی انجام شد، خوب استفادهش کردن. بلا فاصله یک هفته بعد کاریکاتورهای جدید را علیه پیامبر اکرم صلوات الله علیه نشر کردند. چرا؟ آنها میخواهند که عالم اسلام بیشتر به غضب بیاید، بیشتر احساساتی شود و به نمایش بگذارند که اسلام دینی صبر و تحملگرایی نیست. ما حضرت عیسی را کاریکاتور کردیم، مسیحیان خاموش بودند. حضرت موسی را کردیم، یهودیان خاموش بودند. خدای هندوها را هم به هر شکل و نمود کاریکاتور کردیم، آنها خاموش بودند. ولی دیدید که ما پیامبر مسلمان ها را کاریکاتور کردیم، چه کارهایی دارند میکنند؟ پس دین مسیحیت دینی صبر و تحمل و شکیبایی هست، دین یهودی و بودایی و هندو هم همچنین. ولی این مسلمان ها هستند. دین اسلام هست که تحمل تنقید و طنز و کاریکاتور را ندارد و دست به جنایت میزند. متاسفانه بعضی از مسلمانان عملی به مثل را فراموش کردند که در اسلام معیار هست. اگر کاریکاتور کرد، کجاند اون رسامان و روزنامه‌نگاران قوی ما که با عملی به مثل جواب بدهند؟ اگر فیلم کردن، کجاند اون فیلم نویسان و سینر نویسان و رژیسورهای مسلمان که با فیلم جواب بدهند؟ اگر اونها فیلم درباره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با تحقیر او در اروپا چند سال پیش ساختند، باید مسلمان ها، رژیسورهای مسلمان ها فیلم های را در وصف پیامبر و واقعیت های پیامبر به نوار می گرفتند، نه برای تحقیر پیامبران و مقدسات آنها، بلکه برای شناساندن بهتر و خوبتری پیامبر اکرم و مکتب او. ژورنالیستان ما علیه اون مقاله ها و کتاب هایی که اونها می نویسند باید مقاله می نوشتند برای شناساندن پیامبر و مکتب معتدل و انسانسازی او. اگر تا امروز نکردن، اکنون وقتش فرا رسید. وقتی متحدی و سرجمعی مسلمان های معتدل شد، چه در قسمت به اصطلاح متدین و دیندار هستند، 5 وقت نمازخوان هستند، حجابدار هستند، و یا چه کسانی که تا امروز خود را تنها به قلب مسلمان می‌دانستند و این حق آنها است و قبول هست این هم. ولی اکنون وقت ناموس دینی و مسلمانی فرا رسید. نباید ما به دست بیرق را به دست افراطگراها از یک طرف و ملتگراهای اروپایی و محلی خودمان از طرف دیگر بدهیم. من هشدار می‌دهم همه ملتگراها را که دارند جنایت میکنند. ملتگراهای اروپایی با استفاده از این فرصت علیه تمام مهاجرین که در اروپا به سر میبرند و این اروپا را ساختند با مهنت پرمشقت خود، الان شعار بلند کردند و شعار اساسیشون نه این است که ما باید مهاجرین را از اروپا بیرون کنیم، چون این نجات پرستی می شود. میگن ما پیش راه اسلام شوی اروپا را میگیریم. تا 30,000 نفر در آلمان به تظاهرات برآمدند با شعار گرفتن پیش راه اسلام شوی اروپا و شاید میلیون ها طرفدار داشته باشند. من شک ندارم که در انتخابات آینده گروه ها یا حزب های راست نجات پرست اروپایی آواز بیشتر بگیرند. خطری دیگر در منطقه های ما هست که نجات پرستان محلی ما هم، قوم پرستان ما هم از این فرصت استفاده خواهند کرد. دین اسلام را همچون دین عرب به نمایش خواهند گذاشت.
همچون دین بدوی های نیم جزیره عرب که با فارس زبان ها و با ملت ما هیچ ربطی ندارد به نمایش خواهند گذاشت و از این فرصت استفاده خواهند کرد. ما باید این پیام را به آنها برسانیم که ملت تاجیک ملت نژاد پرست و قوم پرست نیست. ملت تاجیک واقعا ملت دوست ما وطن دوست هستیم، ولی دین اسلام دین عرب نیست. ما با دین عرب و عجم و با دین یهود و بودایی کار نداریم. دین های قومی را رد میکنیم. ما با دین سر و کار داریم که رحمتا للعالمین هست، به بشریت فرستاده شده است. ما با محمدی عرب کار نداریم. ما سر و کارمان مناسبتمان با محمدی پیامبر هست صلی الله علیه و سلم. اینجا یک مسئله بسیار مهم است. من بیهوده نام صحبتم را شناخت واقعی پیامبر نامگذاری نکردم. دوستان عزیز، این بحث علمی است. درست است که در این شرایطی که ما و شما هستیم گاه ناموس و وجدان مسلمانی انسانیمان بالا میگیرد و صحبتمان بیشتر خاراکتری تبلیغی و دعوتی می شود، ولی ما باید بیشتر علمی صحبت کنیم. همون طوری که دوستان قبلا گفتن نه به تفرید راه بدهیم نه به افراط. در شناخت محمد صلی الله علیه و سلم همچون پیامبر ما نباید به کوتاهی راه بدهیم، به افراط و تفرید راه بدهیم. اگر افراط هم کردیم ظلم است نسبت او، اگر تفرید هم کردیم. همچنانی که ما میگیم اسلام دینی کامل هست، اسلام را نمیتوان به اسلام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی جدا کرد. همه چیز در داخل اسلام هست. همه این صفات ها در حیات و فعالیت پیامبر اسلام هم وجود دارد. همچنانی که ما مخالف هستیم وقتی میگن که اسلام سیاسی نمی شود، اسلام اقتصادی نمی شود، اسلام فرهنگی نمی شود. اسلام یک اسلام است. سیاست هست که اسلامی می شود، اقتصاد هست که اسلامی می شود، فرهنگ هست که اسلامی می شود. همچنان محمد صلی الله علیه و سلم در زندگیش جای پیامبر بودند، رفتار پیامبرانه میکردند، جای سیاستمدار بودند، جای رهبری دولت بودند، جای پدر بودند، جای یک دیپلمات بودند. ما باید سر این مسائل اندیشه کنیم و اگر محمد را صلی الله علیه و سلم درست شناختیم، من مطمئنم بسیاری از مشکلات امروزه جهان اسلام حل خود را پیدا خواهد کرد. ولی وقتی که ما آمیخته کردیم بین همه این مسائل، دیگر نمیتوانیم مشخص کنیم، تشخیص کنیم که همون سوالی که در اول گذاشتم، اگر او میبود در جای ما حالا چی موقع میگرفت؟ اگر موقع را شناختیم که موقع یک عمل سیاسی هست، محمد سیاستمدار پیش نظرمون جلوه میکرد و از محمد سیاستمدار الگو میگرفتیم، رفتارمون موافق به رفتار او میشد. اگر در جایی که یک موقع دیپلماتی هست، اگر در پیش نظر ما محمد صلی الله علیه و سلم همچون دیپلمات تجسم میکرد، ما از محمد دیپلمات الگو میگرفتیم، نمونه میگرفتیم و عمل میکردیم، آنگاه موفق میشدیم. ولی وقتی که در یک موقع دیپلماتی یا در یک موقع سیاسی ما از پیامبر همچون یک حالت دیگری که در اونجا همچون یک سردار دولت، همچون سیاستمدار یا همچون مجاهد سرلشکر عمل کردن الگو گرفتن میخواهیم، در اینجا اشتباه میکنیم. اگر ما سیره پیامبر را بسیار مشکافانه بیاموزیم، تحلیل کنیم، درس بدهیم، به این مشکلات هیچ وقت گرفتار نمیشدیم. او سیاستمدار بودند، سرلشکر بودند، از هیچ لشکر ساختند و در یکی از غزوه‌ها، جنگ‌ها، حتی بدون جنگ پیروز شدند. در یک حدیث شریفشون گفتند که قد نصرت بالرعب، گاه من با رعب، با بله یک مسیرت شهر، یک مدت رعبی که در مسافه یک ماه من پیروز شدم، حرکت نکرده با رعب، با
وارد کردن ترس و حول در بدن دشمن پیروز شدند. چرا؟ برای اینکه لشکر درست کردن که خبرش به طرف دیگر رفت. صلح حدیبیه رو به یاد بیاریم. پیامبر اکرم چیکار کردند؟ با قدرت و توانی که داشتند مکه را محاصره کرده بودند. تمام نشان دهنده های سیاسی و نظامی بیانگر آن بود که قدرت در طرف مسلمان ها هست. ولی وقتی که سازشنامه صلح را با اهل مکه در حدیبیه امضا کردند، چه گذشته‌هایی کردند همچون دیپلمات و سیاستمدار. اصحاب مسلمانان به غضب آمدند و گفتند که یا رسول الله این چه گذشته است که شما کرده ایستادید. حتی راضی شدند که از متن سازشنامه در پس نامش محمد ابن عبدالله نوشته شود ولی محمد رسول الله گرفته شود، چون یکی از طلب مشرکین همون بود که ما به این سازشنامه وقتی راضی میشیم که شما از متن آن کلمه رسول الله را بردارید. گفتن اگر ما اعتراف کنیم که شما رسول الله هستید، این جنگ ها به خاطر چی است؟ بسم الله و رسول الله در متن سازشنامه نباشد. هیئت گفت و شنید کننده مسلمان ها به غضب آمد، رد کردند، حتی میخواستند ترک کنند، ولی پیامبر اکرم با اون درایت، با اون دیپلماتی و سیاستمداری آینده بینی که داشتند سپارش دادند که شما راضی شوید، قبول کنید. آیا ما راضی هستیم که در یک جا در یک حالت همین گذشت را نسبت یک نفر دیگر کنیم؟ وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این گذشت را کردند، پس خط قرمزی که ما برای خود ساخته ایم هنوز حد نهایی نیست. ما این خط قرمزهای خودمان هست که برای خودمان میسازیم، نه اون خط قرمزی که پیامبر اکرم ساخته بود. مناسبت پیامبر اکرم با اقلیت ها چگونه بود؟ آیا ما واقعا آماده هستیم که با یک اقلیت ملی، با یک اقلیت دینی، با یک دیگر اندیش که دینی ما را قبول ندارد، مکتبی ما را قبول ندارد، مناسبت محمدی و پیامبرانه کنیم؟ میترسم که اکثر ما این توان را نداریم. همون بحث رو باز سوال رو بار دیگر میگذارم که آیا واقعا شناختیم درست؟ بعضی دوستان بر این نظر هستند که تمام شرایط اون روزایی که در نیم جزیره عرب بود که محمد صلی الله علیه و سلم همچون جز این فضای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی باید در جهان امروز در عصر 21 تطبیق شود. اگر ما محب او هستیم باید 100% اون فضا رو بکشونیم به عصر 21 و تطبیق کنیم، وگرنه کم آوردیم در برابر پیامبر اسلام. ولی اینجا جای بحث است دوستانی عزیز، نه این نشست، بلکه در آینده باید فکر کنیم که آیا ما خودمون رو با محمد صلی الله علیه و سلم همچون پیامبر مطابق کنیم و پیروی کنیم، یا خودمون را مطابق بگردانیم با شرایط و فضای عصر هفت که در نیم جزیره عرب وجود داشت. آیا ما در حالتی که پیامبر اکرم همچون انسان رفتار کردند ما همچون پیامبر مناسبت کنیم؟ ظلم نسبت اون کس همچون انسان نیست؟ در یکی از جنگ ها، یکی از غزوه ها، یادم رفت کدامش بود، شاید که در جنگ احزاب باشد، وقتی که نقشه دفاع از مدینه را میکشیدند، پیامبر با دوستانش لشکر را صف آرایی میکردند. او یک دستور داد که لشکری ما باید این گونه صف آرایی کند در برابر دشمن. یکی از اصحاب، یادم نیست کی باشد، بعضی ها میگن که سلمان فارس بود یا کسی دیگر باشد، چون علم جنگ را بلد بود، میدانست، بارها شرکت کرده بود، این دستوری پیامبر در نظرش حداقل جای سوال بود و از بین اصحاب مسئله را مطرح کرد که از نگاه من اگر این طوری که پیامبر اکرم دستور دادن ما صف آرایی کنیم در مقابل دشمن شکست خواهیم خورد. این نظر من است. یکی دیگر پیشنهاد کرد که چرا از خودش نپرسیم که آیا این دستوری که داد وحی بود یا نظر شخصی ایشان؟ اونها این جسارت را داشتند
که آمدن از ایشان پرسیدن که یا رسول الله این چیزی که فرمودید وحی نازل شده است یا نظر شخصی خودتون است؟ ایشان هم گفتن که نظر شخصی من است. من این گونه صفارایی را در مقابل دشمن مناسب میبینم. اصحاب نقطه نظر خود را مطرح کردند و پیامبر اکرم هم در اینجا بر رأی اصحاب عمل کردند و دستور جدید دادند که صفارایی به شکل دیگر باشد. این بیانگری چی هست؟ اگر اصحاب و دوستان پیامبر در اون لحظه به همه حرف پیامبر تقلید میکردن، جدا نمیکردن، تشخیص نمیدادن که آیا این وحی است یا نظر شخصی یک سرلشکر یا یک انسان، مسلمان ها احتمال داشت در مشکلی گرفتار شوند. ولی این درس است برای ما که جدا کنیم، سوال بدهیم به خود که این رفتار محمد صلی الله علیه و سلم در حالت الهیده رفتار او همچون پیامبر بود یا همچون یک انسان، همچون یک سرلشکر، همچون یک دیپلمات، همچون پدر و همچون یک شهروند یا ساکن نیم جزیره عرب که بعد ما فکر کنیم که آیا تقلید با آن کنیم یا نکنیم. ما بعضا با اشتباهایمان دلیل به دست ملتگراها میتیم، چی در اروپا، چی در آسیا، چی در عالم اسلام. ما را متهم به آن میکنند که اسلامگراهای معاصر هویت ملی ما را از بین میبرد. تمام شرایط فضای عربی و عصر میانگی را میکشانند به قوم و قبیله های غیر عربی و این هویت ملی ما از بین میرود. انصافاً بعضش حق هم دارند، باید حق بدهیم. چرا؟ برای که در رفتار بعضی از مسلمان ها، بعضی از پیروان به نام محمد صلی الله علیه و سلم که افراط میکنند، این نشانه ها پیدا هست. و چرا یک حرکت اسلام ستیزی و مسلمان هراسی در جهان با وجود می آید؟ چون مردم دفاع از هویت ملی و قومی خودشان میکنند، حیثیت خود رو دارند، میخواهند یک تاجیک مسلمان باشند، پیروی از محمد صلی الله علیه و سلم کنند ولی تاجیک باشند، روس باشند، آلمانی و ژاپنی و مصری و سوریگی باشند. امروز ببینید محبت محمد صلی الله علیه و سلم همچون پیامبر در قلب غیر عرب ها بیشتر از خود عرب ها است. من در این شک ندارم. صدای اعتراض و صدای همدلی و پشتیبانی از محمد صلی الله علیه و سلم بیشتر امروز در کجا بلند شده ایستاده است؟ عرب خاموش است. حالا که نیست عرب باز اگر نیست فهمنا باشد یک مقدار خیلی چشمرسشون غیر مسلمانند. اونا منافع سیاسی خود را به نظر میگیرند، صدا بلند نمیکنند، حکومت ها خاموش است. ولی مردم غیر عربی مسلمان به جوش آمده است، اعتراض دارد، هم علیه تروریستان، اکستریمیستانی که از نام اسلام برآمد میکنند و هم علیه کسانی که توهین و تحقیر به مقدسات ما مسلمان ها کرده ایستادند. وقتی آن رسیده است که از محمد صلی الله علیه و سلم همچون پیامبر ما دفاع کنیم، از مقدسات خود دفاع کنیم، با روش و راههای قانونی مصالحت آمیز ولی مؤثر و جسورانه، هر چی که قانون اجازت میدهد از آن باید استفاده شود. ولی هر چی که قانون علیه آن هست، شریعت علیه آن هست، مکتب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم علیه آن هست، باید از آن خودداری کنیم و هیچ دلیل، هیچ تبریه برای خشونت و برای جنایت نداریم. و امروزها همونطوری که گفتم گردی همایی ها هست، راهپیمایی ها هست و در شرایط کشور ما البته حدی اکثری که یک حزب، یک حرکت، یک گروه مسلمان میتواند برای دفاع از مقدساتش انجام دهد، آن همین نشست‌های ما هست. اون کاری که نهضت اسلامی تاجیکستان امروز کرده ایستاده است. ما شرایط برای گردی همایی، راهپیمایی مصالحت آمیز برای افاده اندیشه و انگیزه‌های خودمان را نداریم متاسفانه در کشورمان. نه به خاطر آنکه قانون اجازت نمیدهد و یا نه به خاطر آنکه حکومت راضی نیست، به خاطر آنکه این فرهنگ در کشور ما هنوز جا نیفتاده است. ما نمیخواهیم باز
یک دلیل دیگر برای دیگران بدهیم. حتی من باور دارم که اگر ما درخواست رسمی هم کنیم، حکومتداران ما که مسلمان هستند، علیه خشونت و تروریسم هستند، علیه تحقیر و توهین مقدسات هممون هستند، شاید راضی هم شوند، کمک هم کنند برای برگزاری چنین راهپیمایی‌های اعتراضی. ولی می توانند این گونه حالت‌ها باز هم مورد سوء استفاده بعضی از کسان دیگر قرار بگیرد. بنابراین ما خودمون هم درخواست چنین گردهمایی برای همراهی با عالم اسلام را نکردیم، ولی دعوت به ما از بعضی از دوستان برگزار کنندگان چنین گردهمایی‌ها دیروز رسید. به خصوص رهبریت کشور چچنستان، جمهوری چچنیه در هیئت روسیه تصمیم گرفته است که روز دوشنبه یک راهپیمایی چند صد هزار نفره را در شهر گرازنی برگزار کند و از ما هم دعوت شد برای شرکت در این راهپیمایی و من از اونها خواهش کردم که بهتر می بود یک دعوت رسمی با ما میکردن، چون تلفنی زنگ زدن ما میندار. اگر دعوت رسمی باشد ما حتما با نمایندگی از ملت مسلمان تاجیک، از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از همه کسانی که علیه اکستریمیسم و تروریسم و تحقیر و توهین به مقدسات مسلمان ها صدا بلند میکنند حتما شرکت خواهیم کرد که الحمدلله امشب دعوتنامه رسمی هم از نام مقامات رسمی چچنستان به ما رسید و حتما با نمایندگی شما و با دعای شما، با انشاءالله که حمایت از روح و روان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و استادان در این چهاربینی روز دوشنبه حتما شرکت خواهیم کرد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.